салом бинандагони ютуб канали рӯзномаи ҷумҳурият. тавре ҳамагон медонем имрӯз ҷаҳон бо бемории коронавирус даст ба гиребон аст. аз ҷумла дар кишвари мо тоҷикистон низ баъри бартараф кардани ин беморӣ то имрӯз чораҳои зиёде андешидаву роҳандозӣ мекарданд, аммо бо вуҷуди ин ҳанӯз ҳам сироятёбӣ дар миёни мардум дида мешавад. ба ин хотир мо ба студияи идораи рӯзнома ораш алоӣ, вирусшиноси машҳури эрони табор, сарвари пажӯҳишгоҳи байналмилалии тандурустӣ ва тадқиқотӣ аз иёлоти муттаҳидаи амрикоро даъват намудем то бо эшон атрофи ин мавзӯъ суҳбате дошта бошем. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین بینندگان محترم. خیلی خرسندم از اینکه این فرصت هست که در خدمت شما باشم. تشکر که دعوت ما را پذیرفتید. وزارت تندرستی کشور ما در حال از خروج نوی کووید 19 اطلاع داد که جهان امروز از ظهور شکل‌های نوی این بیماری میگوید. به نظر شما حالا در تاجیکستان کدام نوعی بیماری کرونا وجود دارد؟ ببینید، مهم اینه که ما اگر بخواهیم دقیقاً بدانیم چه نمود ویروس داریم، باید از آزمایشگاه‌های پیشرفته‌ای که در اصطلاح علمی به آن میگن سیکونسینگ کردن، آن گنوم‌ها یا ساختار مولکولی ویروس را بشناسیم و دقیق بگیم چه نمودهای ویروسی در تاجیکستان هست. ولی بینندگان عزیز باید توجه داشته باشند. با توجه به علامت‌هایی که ما می‌بینیم به نظر می‌رسد که ما در تاجیکستان هم نمود سال گذشته که نمود کهنه را در اصطلاح میگیم داریم و هم نمود دلتایی که به نظر می‌رسد که از هندوستان به افغانستان آمده و از سرحدات جنوبی به تاجیکستان آمده را با توجه به نشانه‌های کلینیکی، نشانه‌های بالینی که در بیمار می‌بینیم در هر دو نمود ما هست. نشانه‌های شکل نوی بیماری از قبلی چی تفاوت دارند؟ نشانه‌هایی که هست باید خیلی دقت کنیم، چون در سال گذشته ما بیشتر می‌دیدیم بیماران سرفه دارند، بیماران بیحالی و بیمداری دارند، تب دارند، بعضی افراد حس بو و مزه را از دست داده بودند، درد داشتند و در 15 تا 20% مردم نفس تنگی داشتند، دچار مشکلات نفس کشی بودند. در نمود دلتا، در نمود حاضر، ما کمتر سرفه را میبینیم، بیشتر آبریزش از بینی با گلو درد را میبینیم، آبریزش از بینی با سردرد را میبینیم. به این خاطر است که باید عزیزانی که این برنامه را میبینند توجه داشته باشند و دقت کنند که اگر آبریزش بینی و گلو درد دارند حتما گمانبری به کووید 19 هم داشته باشند. این فرقی است که ما در نمود نو نسبت به نمود کهنه داریم. سال گذشته کارشناسان از موجود بودن کرونا ویروس اطلاع دادن مردم کشور ما تهلکه داشتند. اما امروز به نظر من چنین میرسد که مردم یک نوع کووید 19 را ندیده میگیرند. این خوب است یا؟ این خیلی سوال مهمی است و ما باید اینجا به بینندگان محترم دقت بدیم که توجه کنند. این واقعا مانند یک هوشیار است، هشدار است. سال گذشته ویروس را نمیشناختیم و مردم بیدلیل خوف داشتند و واهمه داشتند. وقتی که آنها فهمیدند که این ویروس در بسیاری از افراد نیاز به بیمارخانه ندارد، نیاز به درمان خاصی ندارد و در 80 تا 85% بیماران خوب میشد، این خوف کم شد. ولی امسال ما میبینیم که بسیاری از مردم دیگر نقاب نمیزنند و این نقاب نزدن باعث میشود که ویروس را بگیرند. ما با ویروس هیله‌گر فریبکاری طرف هستیم که از هر 100 نفر که بیمار میشوند 1 تا 3% فوت میکند. پس درست است که ما نباید واهمه کنیم، درست است که نباید خوف کنیم، لیکن بینندگان عزیز دقت بفرمایید که این بیماری از هر 100 نفر که گرفتار میشوند 1 تا 3% میتواند فوت ایجاد کند. پس نباید بگذاریم که بیمار شویم و این را نباید بی احتیاط باشیم. نباید فکر کنیم که اگر بیماری فوتش کم است پس ما بی احتیاط بشویم. خیر، این دشمن بسیار حیله‌گر است، این دشمن بسیار زیرک است. اگر خوف کنیم او غلبه می کند، اگر بی احتیاط کنیم فوت می کنیم باز او غلبه می کند. باید بشر، انسانها از دانششان، از علم
یاد بگیرند که چگونه مقابله کنیم با این بیماری. خب وضع امروزه تاجیکستان رو چگونه ارزیابی میکنید؟ در آغاز موج دوم بیماری هستیم. در آغاز موجی وابسته است به مردم. اگر مردم در این آغاز موج خوب دقت کنند و رعایت مسائل پیشگیری را انجام بدن، می توانند هرچه سریعتر این موج دوم را از بین ببرند. ولی اگر بینندگان عزیز بی احتیاطی کنند و رعایت مسائل پیشگیری را نکنند، این موج دوم مانند بسیاری از کشورها خیلی شدید خواهد شد و می تواند باعث فوت بسیاری از افراد بشود. پس این وابسته است به من و شما، همه اهالی، که چطور این موضوع را جدی بگیریم که در آغاز موج نو بیماری هستیم. با جدی گرفتن این و احتیاط کردن شرط عقل است. بی احتیاطی است که انسان را دچار مشکل می کند. وقتی که ما احتیاط کنیم باعث می شویم پیشگیری کنیم از این بیماری. همیشه می پرسند خب حالا چه کار باید کرد؟ کارها بسیار ساده است. یکم این است: ما می دانیم ویروس از بینی و دهان وارد می شود. پس ما سرحدات بدن را باید ببندیم. کارش چیست؟ همین نقاب زدن است. پس یکم کار این است که ما با نقاب زدن جلوی ورود بیماری را بگیریم. دوم چیست؟ فاصله است. ما وقتی که فاصله را رعایت می کنیم باعث می شویم که اگر ویروس از دهان خارج بشود یا در هوا باشد به دیگری منتقل نشود، به دیگری سرایت نکند. سوم شستن دست هاست. شستن دست ها بسیار مهم است. چرا؟ چون ما ناخودآگاه دستمان را به چشممان میزنیم، به دهانمان میزنیم. وقتی این دست ها آلوده باشد میتواند ما را بیرون کند. از همه مهمتر که من میخواهم به بینندگان این برنامه توجه بدم، درست است که ما در فصل تابستان هستیم و گرم است و همه دوست داریم که فضا خنک باشد، ولی دشمن ما این ویروس هیله‌گر به دنبال این است که جای خنکی که ما در خانه ها درست می کنیم جایی بشود برای پهن شدن او. پس اگر در خانه می خواهیم از ایر کاندیشن یا سرماساز استفاده کنیم، حتما هوای تازه را وارد کنیم با باز کردن تریزه ها، پنجره ها، درها. پس هوای تازه چه در خانه، چه در محل کار، چه در اتوبوس ها، چه در تاکسی ها بسیار بسیار اهمیت دارد. با رعایت این 4 کار می توانیم پیشگیری کنیم و این موج دوم را جلوش را بگیریم. این هم که کارهای خیلی ساده هستند. این کارها خیلی ساده است. درست است که ویروس یعنی کووید 19 هیچ وقت از بین نمی رود و این ما انسان ها باید با ویروس زندگی کردن را آموزیم. ببینید، ما ویروس کرونا ویروس تازه نوعی نیست. صدها سال این ویروس ها قدمت داشتند. این ویروس ها اشتراکند بین حیوانات، خصوصا کرشپره و انسان با یک واسطه دیگر. پس ما این ویروس ها باهاش زندگی کرده ایم. در دهه 1950 دانشمندان دنبال این بودند که چرا ما زکام میشویم و 1963 یافتند که سبب این زکام ها هوای خنک یا آب خنک نیست. سبب این ویروس ها، سبب این زکام ها ویروس کرونا است. ما کرونا رو 1963 تشخیص دادیم به خاطر زکام ها، ولی این بیماری فوت ایجاد نمی کرد تا اینکه در 2002 این ویروس از آنجایی که هیله‌گر است شکلش را عوض کرد و در انسان فوت ایجاد کرد که نمود سارس را گفتیم. 10 سال بعد جهش دوم را کرد و بیماری مرس را داد که اون هم فوت ایجاد کرد و سومین جهش را که در 2019 داشتیم به نام کووید. پس ما با این ویروس ها زندگی کرده ایم، حاضر زندگی می کنیم و در آینده هم زندگی خواهیم کرد. لیکن نکته مهمی که بینندگان باید توجه داشته باشند این است که ما چطور می توانیم فوت را کم کنیم. نکته مهم برای ما این است که وقتی که با این ویروس ها زندگی می کنیم چطور بتوانیم فوت را در بین اهالی کم کنیم که همان باز رایه پیشگیری اولیه با 4 حالت نقاب زدن، فاصله اجتماعی، شستن دست‌ها، هوای تازه. در کنارش دانشمندا حرکت کردند. دانشمندا تحقیق کردند و یافتند واکسن هایی که
بتواند کمک کند. واکسینه واقعا امروز مردم کشور ما برای واکسینه شدن جلب میشوند، ولی زیادن آدمانی که از این چیز خود را کنار میگیرند. خیلی برای من تعجب آور است و از اهالی سوال میپرسم. واکسن هایی که دانشمندان مستقل، مؤسسه های بین المللی در دنیا تحقیق کردند و آن را ثابت کردند که بی ضرر است، کم ضرر است و فوت را خیلی 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 کم می کند در بین ما و در جهان صدها میلیون نفر این واکسن ها را زده اند و در دنیا جنگ است که کی واکسن را بیابد. سوال من از مردم این است: شما چرا به خرافات دارید فکر می کنید و به علم گوش نمی دهید؟ باید شما در صف باشید که هر چی زودتر واکسن به دست شما برسد، نه اینکه ساحه تندرستی به دنبال شما باشد و شما خوف کنید از واکسن زدن. اطمینان داشته باشید که این واکسن ها ثمرناک است. این واکسن ها فوت را در بسیاری از ممالک دنیا کم کرده است و سود و فایده ای که شما عزیزان، شما شهروندان گرامی از دریافت واکسن میبرید بسیار 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 سودش بیشتر از آن ضرری است که ویروس کرونا میزند که میتواند 1 تا 3% را فوت بدهد و 15 تا 20% را به بیمارخانه گسیل کند. پس واکسن ها مورد تایید هستند از طرف سازمان جهانی بهداشت و سازمان های بین المللی. ثمرناکی آنها توسط عالمان دنیا اثبات شده است. عارضه دارند ولی این عارضه ها خیلی کم است. این عارضه ها شامل درد است در جایی که ما میزنیم، شاید سرخی ایجاد کنند، شاید در بعضی افراد چند روز حرارت بلندی ایجاد کنند. سوال کردند آیا این واکسن ها در نسل این آدم ها، نسل مرد یا نسل زن اثری دارد؟ هیچ اثری ندارد. اینها صحبت های غیر علمی است توسط افرادی که خرافه پرستند. آیا این واکسن ها سبب فوت شده است؟ در هر 2 میلیون نفر واکسن آسترازنیکا که زدن 1 نفر سبب فوت شد، آن زمانی که ما نمیشناختیم. ولی حاضر که میشناختیم با توجه به داروواری هایی که داریم آن را هم از بین بردند دانشمندا. پس ما باید، بینندگان عزیز، توجه داشته باشید. آیا میخواهید خودتان را در خطر گرفتاری به یک بیماری بیاندازید که از هر 100 نفر گرفتار 20 نفر به بیمارخانه می رود و 1 تا 3 نفر فوت می کند، یا اینکه با زدن 2 وایه واکسن جان خود، فرزندانتان، عائلتان و جامعتان را به سلامت نگه دارید؟ انتخاب با شماست. من واکسن زده ام و توصیه می کنم شما هم واکسن بزنید. یعنی تا اون زمانی که مردم واکسن نمیزنند باید ما نقاب پوشید، همین طور؟ تا وقتی که 85% جامعه واکسن بزند ما باید نقاب بزنیم. بعد از آن وابسته است ببینیم آیا نمود نو ویروس می آید یا نمی آید. اگر شرایط مانند امروز باشد، 85% جمعیت واکسن زده باشد، می توانیم نقاب ها را بگیریم. پس دقت مهم است. مهم است که بینندگان عزیز توجه داشته باشند که بسیار مهم است این نکته که بینندگان عزیز توجه داشته باشند، دقت کنند که اگر واکسن زده اید در حال حاضر باید نقاب را هم بزنید. هم نقاب هم واکسن با هم دیگر است که میتواند کمک کند که ما بیمار نشویم و بیماری را به دیگران سرایت نکنیم. 85% جمعیت وقتی زده شد، آن موقع به شرط آنکه ما ویروس نو نداشته باشیم می شود نقاب ها را برداشت. شما در آغاز صحبت گفتید که حالا کشور ما در آغاز موج دوم کرونا ویروس قرار دارد. خب احتمال پنگردیدن موج سوم چهارم آیا موجود است؟ در همه دنیا تجربه نشان داده است وابستگی به حرکت مردم دارد. اگر مردم محکم بگیرند، ببینید شما در یک سال 2020 تا قریب 4 ماه از 21 هم گذشته بود، فقط 1 موج داشتید. چرا؟ چون مردم محکم گرفته بودند. وابسته است به مردم. در کشورهایی که مردم
سست کردند، بی احتیاط شدند. موج دوم، موج سوم، موج چهارم، هنوز بعضی کشورها موج پنجم هم داریم. وابسته است به رفتار مردم، نه به دانش مردم. دانش مردم این است که ما میدانیم، علم ثابت کرده است باید نقاب بزنیم، ولی سوال این است آیا مردم هم نقاب میزنند؟ اگر نزنند موج دوم میآید، موج دوم همینطور میماند. ببینید ما وقتی موج دوم از بین میرود که مردم رعایت کنند، اگر رعایت نکنند باز همین موج دوم میماند، پهن میشود، فوت زیاد داریم. پس این خواهش من به عنوان یک طبیب، شما به عنوان یک ژورنالیست از اهالی است که ما باید احتیاط کنیم، پیشگیری کنیم، هم برای سلامتی خود، هم برای سلامتی عائله و هم برای سلامتی جامعه تاجیکستان که امسال سالی است که وارد 30مین سالگرد استقلال می شود. ما می دانیم که برنامه‌های سیاسی بین‌المللی زیادی در تاجیکستان می شود و حفظ جان بشر، حقوق شهروندان، حقوق شهروندی را هم ما باید رعایت کنیم. من نمیتوانم حقوق شهروندی جامعه را خلل وارد کنم. پس همه با هم ما باید دست به دست هم بدهیم، نقاب بزنیم، فاصله اجتماعی را رعایت کنیم، دست هامان را بشوریم، هوای تازه را در خانه هامان جاری کنیم و همه اگر واکسن در دسترس است بشتابیم، واکسن را بزنیم. این واکسن ها ثمرناک بودند و نتیجه داشتند و عارضه هاشان بسیار کم است. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید. سپاسگزارم از شما برای دعوتتان، همچنین سپاسگزارم از بینندگان عزیز و گرامی که وقت خودشان را صرف کردند و توصیه‌های ما را گوش دادند. ما نقاب میزنیم. شما چطور؟